سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوار هستم که جور صحتمند سلامت باشین و ایام به کامتون باشه. دوستان عزیز، امروز قراره براتون آموزش بدیم که ما و شما چگونه میتونیم که یک ویدیو را از صفحه فیسبوک یا از پیج فیسبوک ما و شما به صورت مستقیم دانلود کنیم. خب دوستان، بعضی از ویدیوهای جالب و دیدنی ویدیوهایی که واقعا آموزشی هست، بعضی وقت البته بیشتر در صفحه فیسبوک هست که ما و شما باید ویدیوها را دانلود کنیم تا بتونیم که همیشه در دسترس ما و شما باشه. خب دوستای عزیز، برای حمایت از ما از چنل ما، دوستای عزیز کانال ما رو لایک، سابسکرایب نمایید، دکمه نوتیفیکیشن هم فشار بدید تا ویدیوهای بعدی که ما توی کانال قرار میدیم ویدیوهای خوب آموزشی در اختیارتون قرار بگیره و بتونید که ازشون استفاده کنید. خب دوستای عزیز، وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، میریم در قسمت فیسبوک خود باز میکنیم و مراحل دانلود ویدیو رو بر شما آموزش میدم. خب دوستان عزیز، در قسمت ویدیوها رو باز میکنیم، مینوی ویدیوها رو. حال میریم داخل از این. دوستان عزیز، یک ویدیو رو انتخاب میکنیم که حجم در باشه، یعنی که ویدیوی ما شما طولانی نباشد که میتونیم که دانلود کنیم، چون ویدیو فرمانهای ما کجاستند؟ دوستان در بالا در قسمت 3 نقطه می‌بینید دوستای ویدیو رو انتخاب کنید. حال در قسمت 3 نقطه ما شما کلیک می‌کنیم، قسمت 3 نقطه رو حال میریم داخل از این آپشن‌های مختلف وجود داره. دوستان در قسمت کاپی لینک انتخاب می‌کنید. اگر فیسبوک شما زبانش انگلیسی باشه، اگر زبانش فارسی باشه در قسمت نوشته است که کپی پیوند. هر کدام بود شما دوستان انتخاب میکنین بر اساس زبانی فیستون. و دوستان در قسمت لینک فشار میدیم تا لینک از این ویدیو بر ما شما کپی شود. خب دوستان، از قسمت فیسبوک خارج میشیم، میریم در قسمت گوگل کروم باز میکنیم. حال صفحه براوزر گوگل کروم اینجا باشد. دوستان در قسمت پایین بالای کیبورد که میبینین در قسمت HTTPS، در قسمت همون لینک که ما شما کپی کرده بودیم در اینجا آمده. دوستای قسمت کلیک میکنیم تا برای در بالای صفحه براوزر گوگل کروم. حال بازم کلیک میکنیم. دوستان میبینیم که همون ویدیویی که ما شما انتخاب کردیم بالا میآید. خب دوستان، دقیقاً همون ویدیویی که ما شما لینکش کپی کرده بودیم حال بالا آمد. خب دوستان قسمت بالای ویدیو گرفته فشار میدیم. حال قسمت دانلود ویدیو آمده. دانلود ویدیو رو دوستان کلیک میکنیم، منتظر میشیم که ویدیوی ما شما دانلود شود. دوستای عزیز، فایل دانلود ویدیوی ما شما دانلود شده. دوستا از اینجا میتونید ویدیوی ما رو باز کنیم، ولی ما میریم در قسمت گالری تا به صورت دقیق و واقعی شما بفهمیم که ویدیوی ما شما دانلود شده و در قسمت گالری موجود است. خب دوستا، از اینجا خارج شدیم، ما میریم در قسمت گالری خود رو پیدا میکنیم. دوستا این قسمت گالری رو ما باز میکنیم. دوستا در این قسمتی که میبینین شما دوستا دانلود پوشه دانلود باز میکنیم، میبینیم که واقعا اون ویدیویی که ما شما دانلود کرده بودیم واقعا دانلود شده. خب دوستای عزیز، برای حمایت از ما و انگیزه‌دهی به ما لطفاً کانال ما رو لایک، سابسکرایب کنید و به ما انگیزه بیشتر بدید تا ویدیوهای بعدی رو بسازیم در اختیارتون قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.